ایران مال چند؟ من میخرمش. این جمله رو بابک زنجانی گفته. اون مدعی شده از مدت‌ها پیش قبل از اینکه پرونده بانک آینده انقدر سنگین بشه به بانک مرکزی نامه زده و گفته من خودم یادم که نامه نوشتم به بانک مرکزی که آقا شما اومدید مثلا اینجا رو گرفتید، اینا هم میگید بدهی داره، خود ایران مال من میخرم. بدید من نامه رسمی دادم که من میخرم، نگردم ندادم نمیکنم. زنجانی در ادامه حرفاش میگه مگه نمیگفتن این پروژه سم و عامل زیان کشوره؟ پس چرا وقتی یکی خواست نقد بخره بانک مرکزی ردش کرد؟ حالا هم اومدن ضرر 600,000 میلیارد تومانی بانک آینده رو انداختن گردن بانک ملی، بانکی که کل سرمایه‌اش فقط 420,000 میلیارده. جالبه که بدونین ارزش ایران مال حدود 335,000 میلیارد تومان برآورد شده. سوال اینه وقتی زنجانی خودش تو زندان بود اون پول نقد خرید ایران مال رو از کجا آورده بود؟ میخوای پشت پرده اخبار سیاسی کشور رو ببینی؟ پیج تاریخ مدرن رو فالو کن.